They said this creature flew over their car and followed them back into town. That was the beginning of the Mothman sightings. سلام دوستان. در تاریخچه موجودات عجیب اما واقعی و ترسناک، تعداد کمی از اونها تونستن به اندازه مرد شاپرکی توجه همه رو به خودشون جلب کنن. گفته شده که این موجود یک مخلوق انسان نما با چشمان قرمز درخشان و بالهای بسیار بزرگه. موضوع مرد شاپرکی برای بیش از نیم قرن مورد بحث بوده و تعداد زیادی از مردم گفتن که اونا دیدن. خاستگاه این افسانه به پوینت پلیزنت در ویرجینیا غربی برمیگرده. برخوردهای عجیب با این موجود در میانه دهه 1960 باعث گسترش ترس و نگرانی مردم شده بوده. با این حال تا به امروز مرد شاپرکی همچنان یکی از اسرارآمیزترین و جذابترین موجودات مرموز و شناخته شده است. با من همراه باشین تا ببینیم این موجود عجیب کی بوده و چه کار کرده. اما قبلش از شما خواهش میکنم که با سابسکرایب و لایک و کامنت از من و این کانال حمایت کنین. ممنون. هرچند گفته شده که مرد شاپرکی برای اولین بار در سال 1966 دیده شده، اما بعضی ها معتقدند که این موجود ممکنه در گذشته های دورتر هم خودش نشون داده باشه. قبایل بومی آمریکایی مثل شاونی ها داستان هایی درباره مرد پرنده ای داشتن که در دره رودخانه اوهایو ساکن بوده و فجایع قریب الوقوع رو پیش بینی می‌کرده و هشدار میداده. همچنین مهاجران اولیه این منطقه از ارواح اسرارآمیز و موجودات بالدار عجیبی گفتن که نشون میده مرد شاپرکی قدمت زیادی در این منطقه داشته. اما بریم به تاریخ ثبت اولین مشاهده مرد شاپرکی. ماجرا در شب 15 نوامبر 1966 در نزدیکی پوینت پلیزنت در ویرجینیا غربی اتفاق افتاد، زمانی که دو زوج جوان به نامهای راجر و لیندا اسکاربری و استیو و مری مالت با موجود عجیب روبرو شدند. این گروه در حال رانندگی در نزدیکی منطقه‌ای معروف به TNT بودند، یک پایگاه متروکه مهمات از دوران جنگ جهانی دوم که با پناهگاه‌های بتونی و طبیعی انبوه پوشیده شده بود. اونها در این منطقه ناگهان با موجودی مواجه شدند که شبیه هیچ چیزی که قبلا دیده بودن نبود. یعنی موجودی با حدود 2 متر قد، بدنی شبیه انسان، چشمان قرمز درخشان و بالهای بزرگ با طولی در حدود 3 تا 3.5 متر. این مخلوق در یک تعقیب دیوانه‌وار کیلومترها به دنبال این 4 نفر میره. اونها گفتن حتی زمانی که سرعتشون به حدود 160 کیلومتر بر ساعت هم رسیده بوده، نتونستن از دست مرد شاپرکی فرار کنن. اما در نهایت موجود در تاریکی شب ناپدید میشه. این گروه که به شدت وحشت زده بودن، ماجرا رو به مقامات محلی گزارش دادن. معاون کلانتر که گزارش اونها را ثبت کرد، به شدت تحت تاثیر ترس واقعی اونها قرار گرفت و احتمال شوخی یا فریب رو رد کرد. این گزارش اولیه روز بعد در روزنامه پوینت پلیزنت رجیستر منتشر شد با این تیتر: 2 زوج موجودی پرنده مانند یا چیز دیگه‌ای به اندازه انسان را دیدن. این ماجرا مثل بمب منفجر شد و حس ماجراجویی همه را قلقلک داد. مشاهده اسکاربری و مالت تنها آغاز ماجرا بود. در روزها و هفته‌های بعد 10 نفر ساکنان محلی گزارش دادند که موجودی مشابه را دیدن. یکی از گزارش‌های برجسته متعلق به مارسالا بنت بود که ادعا کرد مرد شاپرکی زمانی که او بر دیدن برادرش به نزدیکی منطقه TNT رفته بود در بیرون خونه ظاهر شد. بنت این موجود رو یک هیولای قد بلند و ترسناک با چشمانی درخشان توصیف کرد. او بعد از دیدن مرد شاپرکی به داخل خونه فرار میکنه و در رو محکم میبنده. بنت بعدها گفت که این تجربه سالها باعث وحشت و آسیب روحی شده بوده. یکی دیگه از مشاهدات معروف مربوط به توماس یوری بود. او در حال رانندگی در مسیر جاده 62 نزدیک منطقه TNT بود که ناگهان موجودی رو در یک مزرعه میبینه. یوری با دیدن اون وحشت زده از اونجا فرار میکنه که در همین حال مرد شاپرکی بالهاش رو باز و شروع به پرواز میکنه و بعد از چندین کیلومتر تعقیب یوری ناگهان ناپدید میشه. این گزارش ها همراه با روایت اسکاربری و مالت تصویر منسجم از موجودی پرنده اما انسان نما و با سرعتی باور نکردنی رو ارائه میداد که به نظر میرسید وسایل نقلیه‌ای رو که در مناطق خلوت حرکت میکنن رو هدف قرار میده. منطقه TNT به مرکز اصلی این مشاهدات تبدیل شد. از اونجایی که این منطقه در زمان جنگ جهانی دوم
پایگاه مهمات سازی بوده و توسط مواد شیمیایی مختلف آلوده شده بوده، بسیار از مردم احتمال میدادند که این موجود ممکنه جهش یافته‌ای باشه که در اثر آلودگی‌های شیمیایی این منطقه به وجود اومده. اما مورد عجیب فقط مرد شاپرکی نبود. در همون زمان ساکنان پوینت پلیزنت گزارش‌های زیادی از اشعه پرنده ناشناس و به اصطلاح بیگانگان یوفوها میدادند. برخی از ساکنان این منطقه هم میگفتند که اختلالات بیدلیل و عجیبی در وسایل الکتریکی خونشون اتفاق افتاده و مجموعه اینها، یعنی مرد شاپرکی، تنها یک موجود ناشناخته نیست، بلکه بخشی از یک پدیده فراتبی بزرگتر و پیچیده‌تره. اما افسانه مرد شاپرکی در 15 دسامبر 1967 مسیر تراژیک به خودش گرفت. پل سیلور که یک پل معلق و فراز رودخانه اوهایو بود و پوینت پلیزنت را به گالیپولیس متصل می‌کرد، به شکلی فاجعه بار خراب شد و فرو ریخت. این فاجعه در ساعات اوج ترافیک در عصر رخ داد و خودروها و سرنشینان اونها رو به درون رودخانه یخ فرستاد. تو این فاجعه 46 نفر مردن و تنها 2 نفر زنده موندن. این حادثه به یک از بدترین فجایع سقوط پل‌ها در تاریخ آمریکا تبدیل شد. هرچند علت رسمی فروپاشی این پل شکست یک میله فلزی در سیستم تعلیق پل به دلیل فشار بیش از حد، خردگی و نقص طراحی اعلام شد، اما در این بین پای مرد شاپرکی هم وسط اومد. این حادثه درست در اوج وحشت مردم از مرد شاپرکی رخ داد و خیلی ها گفتند که این موجود به نوعی با این فاجعه در ارتباط بوده. نکته عجیب اینه که در هفته‌های منتهی به فروپاشی پل سیلور، گزارش‌های مربوط به مرد شاپرکی به اوج خودش رسید و شاهدان ادعا می‌کردند که این موجود در نزدیکی پل روی اون نشسته یا در بالای پل پرواز می‌کرده. حتی بعضی‌ها گزارش دادن که صداهای عجیب و غریب مثل جیغ‌های بلند از پل به گوش می‌رسیده. برای بسیار از مردم این مشاهده‌ها و صداها نشون دهنده یک هشدار برای یک فاجعه تلخ بوده. بعد از فروپاشی پل مردم فهمیدن که شاید این نشونه‌ها و دیده شدن مرد شاپرکی قبل از تخریب به این دلیل بوده که او می‌خواسته خبر از یک فاجعه هولناک بده. روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی این فاجعه رو به طور گسترده پوشش دادن و اکثراً مرد شاپرکی رو به عنوان عنصری مرموز معرفی کردن. اما این جان کیل بود که برای اولین بار داستان مرد شاپرکی رو به سطح ملی کشون. تحقیقات کیل در نهایت در کتاب پیشگویی‌های مرد شاپرکی در سال 1975 منتشر شد. اثری که این موجود افسانه‌ای رو از یک افسانه محلی به شهرت بین‌المللی رسوند. بعضی‌ها مرد شاپرکی رو یک نگهبان یا موجود مقدس و بعضی دیگه اونو موجود شیطانی و شوم می‌دونستن. ماهیت مبهم مرد شاپرکی به او این امکان رو داد که نقش‌های متفاوتی رو ایفا کنه، از نماد رازآلودگی ناشناخته‌ها گرفته تا نشانه از فجایع قریب الوقوع. مشاهدات مرد شاپرکی به عصر جدیدتر هم رسید. بین سالهای 2011 تا 2017 بیشتر از 50 مورد از مشاهده موجودی شبیه به مرد شاپرکی در منطقه شیکاگو گزارش شد. شاهدان به طور مداوم این موجود رو یک مخلوق انسان نمای بزرگ سیاه رنگ با چشمانی درخشان به رنگ قرمز یا نارنجی توصیف می‌کردند که بالهایی به اندازه 3 تا 5 متر داشته. یکی از اولین گزارش‌های این دوره در سال 2011 ثبت شد، زمانی که یک مرد و پسرش ادعا کردند که یک موجود بالدار شبیه به خفاش رو در حال پرواز بالای ماشینشون در نزدیکی بزرگراه استیونسون در شیکاگو دیدن. در سال 2017 تعداد گزارش‌های مشاهده این موجود به شدت افزایش پیدا کرد و شاهدان ادعا کردند که این موجود در نزدیکی فرودگاه‌ها، خیابان‌های شلوغ و پارک‌ها ظاهر شده. فراتر از ایالات متحده، موجودات مشابه به مرد شاپرکی در کشورهای مختلف هم گزارش شدند. در هفته‌های منتهی به فاجعه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 برخی از ساکنان ادعا کردند که یک موجود بالدار و انسان نما را در نزدیکی نیروگاه مشاهده کردند. این موجود که به پرنده سیاه چرنوبیل مشهور شد، چشمان قرمز درخشانی داشته که بالای نیروگاه پرواز می‌کرده. بعد از فاجعه انفجار نیروگاه هسته‌ای، این گزارش‌ها ناگهان متوقف شد، اما افسانه این موجود همچنان به عنوان یک هشدار دهنده فجایع باقی ماند. با وجود تعداد زیاد گزارش‌ها، شک و تردیدهای علمی همچنان پابرجاست.
زیستشناسان و متخصصان حیات وحش معتقدند که بسیار از این مشاهده ها میتونن توضیحات ساده ای داشته باشند. از جمله اونها این که جغدهای بزرگ مانند جغد شاخدار و جغد انباری که چشمان براق و نورانی هم دارند، یا پرندگانی مثل مرغ‌های ماهیخوار که بالهای بزرگی دارند، ممکنه در شرایط خاصی اشتباه گرفته بشن. از دیدگاه روانشناسی هم پدیده‌ای به نام پاریدولیا مطرح شد، یعنی تمایل مغز انسان به دیدن الگوهای آشنا در اشکال مبهم. در نهایت باید گفت که چه به عنوان هشدار دهنده فجایع یا یک جانور ناشناخته یا یک مسافر از جهان دیگه، افسانه مرد شاپرکی همچنان مردم را شیفته خودش میکنه و به ما یادآوری میکنه که جهان هنوز هم پر از رازهاییه که منتظر کشف شدن هستن. خیلی ممنون بابت وقتی که برای تماشای این ویدیو گذاشتین. امیدوارم لذت برده باشین که در اصل لایک کنین و اون دوستانی که هنوز به جمع ما اضافه نشدن سابسکرایب کنین تا ویدیوهای آینده ما که قطعا جذاب‌تر از دست ندین. ممنون و خدا نگهدارتون.